دو نفر ساکنان شهر بوستان بنابر دست داشتن در خرید و فروش آدمان در کوفتکوب جنایی قرار دارند. آنها را مقامات میلیسیا با جرم صادر نمودن 4 حالت سودای آدمان عیبدار اعلام کرده است. در این باره عالم مدلیف مدیر بخش خدمات مهاجرت در شهر بوستان هنگام برگزاری میزی مدور اطلاع داد و تاکید کرد که حالت‌های خرید و فروش آدمان در 6 ماه سال جاری نظر به همین دوره سال گذشته 3 حالت زیاد شده است. زیرا سال 2021 تنها یک حالت سودای کودک نابالغ از جانب مادرش آشکار و به قید گرفته شده بود. اما زن ساکن شهر پنجکن می باشد. جنایت را باشد در شهر بوستان صادر کرده است. یک نفر چنین حالت دستگیر کرده شده است که از جانب یک زن شخص ساکن شهر پنجکن می باشد به حالت فروشی فرزند خود، یعنی فرزند پسر نابالغ خود را با 10,000 سومانی، یعنی 10,000 سومانی فروخته فایده مفت را به دست آورده است که نسبت آن پرونده جنایتی آغاز کرده شده. الکی وای معین کرده شده است با سبب آنکه که فرزند او فرزند نابالغ می باشد تا 8 سالگی حالا در پرستاری مادرش قرار دارد. بعدی به سن 8 ساله رسیدنش بعد مادر را به حبس میکشند. بنا به اطلاع مدیر بخش خدمات مهاجرت در شهر بوستان عالم مدلیف، حالا در عموم 1972 نفر ساکنان شهر در مهاجرت مهنتی قرار دارند. از این شماره 1335 نفر مرد بوده، باقی مانده 635 نفر زنان می باشند. مسئولین گفتند که با مهاجران مهنتی منتظم کارهای فهماندهی گذرانده می شود تا پیش راهی حالتهای خرید و فروش آدمان و یا خود آدمربایی گرفته شود. بخش خدمات مهاجرت در شهر بوستان جهت پیشگیری نمودن شامل شوی به هر گونه حزب و حرکت ها، مقاومت با سودای آدمان و اینچنین برای راه ندادن به مهاجرت بهتر یک قطار چاره‌بینی ها را در نظر گرفته در جماعت شهری پلاس در 12 محله های شهر با ساکنان گفت و شنیدها گذرانده ایستاده است که جهت پیشگیری نمودن هر گونه حرکت‌های نامطلوب. خوفناکی و عاقبت‌های سودای آدمان این عنوانی میزی مدور بود که از جانب ریاستی کاربازان و عالی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت تشکیل کرده شد. در آن نمایندگان بخش مهاجرت، ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت، تشکیلات‌های جمعیتی و دیگر فعالان اشتراک نموده دایر به پیشگیری این موضوع داغ‌روز فکر و عقیده‌های خود را ابراز داشتند. هدف اساسی میزی مدور هم این پیش از همه تأمین اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره نقشه ملی مقاومت با سودای آدمان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2024 بود. برگزاری چنین ملاقات و واخوری‌ها، سمینارهای آموزشی میزی مدور پیش از همه نگرانیده شده است به بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان، به پیشگیری نمودن حالت‌های نامطلوب از جمله سودای آدمان، پیشگیری زوراوری در عائله و دیگر حالت‌ها میباشد که برای بهتر نمودن وضع زندگی شهروندان نگرانیده شده است. اطلاع داده شد که ریاستی کاربازان و عالی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت عاید به پیشگیری سودای آدمان در همه شهر و نواحی ولایت سوخت منتظم کارهای فهماندهی را با ساکنان بخصوص مهاجران مهنتی به راه مانده است. تاکید گردید که این گونه ملاقات و واخوری‌ها برای بلند برداشتن معرفت اهالی مساعدت می‌کند. هدف اساسی و اولین درجه چنین اشخاص با روی تجارت و استفاده انسان به دست آوردن منفعت‌های شخصی بی‌ارزش و به دست آوردن مال بسیار میباشد. از این روی حکومت جمهوری تاجیکستان با درک ضرر پدیده مذکور اقدام‌های جدی برای پیشگیری و مبارزه با آن را تحریزی و عملی کرده ایستاده است. در جمهوری تاجیکستان نسبت به ظاهرات نامطلوب و ننگاور سودای انسان چاره‌های زیادی اندیشیده شده جهت پیشگیری آن و حالت‌های به آن مساعدت کننده مبارزه برده می‌شود. میزی مدور به روز بین الخلقی مقاومت به سودای آدمان که مسئله سنه 30 ایول قید کرده می شود گذرانیده شد. مسئولین دوامی بیش از 2 ساعت دایر به این مسئله داغروز فکر و عقیده های خود را ابراز داشتند. گزارش فرزانه شمسی و سید مختاری سید انور برای برنامه اطلاعاتی خبر.